دوستان من سلام، امیدوارم حالت عالی باشه. همونطور که میدونید بچه‌ها، خیار خاصیت خیلی زیادی برای پوست و مو و همینطور بدن داره. تو این ویدیو میخوام راجع به فوایدش برای کبد چپ باهاتون صحبت کنم و مثل همیشه اگه به موضوعات پوست و سلامت زیبایی علاقه‌مندین حتما چنل یوتیوبم سابسکرایب کنید، ویدیو لایک کنید و نظراتتون رو تو قسمت کامنت حتما برای من بنویسید. خب همونطور که میدونید خیار به عنوان یه میوه 4 فصله از خانواده کدویان هستش. طبعش سرده و معمولا هم تر هستش. این قضیه مخصوصا تو فصل تابستون باعث خنک شدن بدن میشه و جالبه بهتون بگم که آب لازم برای پوست و برای بدنتون رو کاملا تامین میکنه. و اگه که پوستی دارید که دچار دهیدراته یا اصطلاحاً خشکی پوست یا اگزمای خیلی شدید هسته، با خوردن خیار میتونید به درمان این بیماری هم توی پوستتون کمک کنید. بچه‌ها خیار ویتامین هایی مثل B1، A، B6، B5، B3، B2، اسید فولیک و ویتامین C و ویتامین K داره. از طرفی هم مواد معدنی مثل کلسیم، آهن، منیزیم، فسفر، پتاسیم و رویو داره. اما چرا اینا رو من بهتون گفتم؟ خیار یه سری فواید داره که اونا رو الان قرار با هم دیگه بررسیشون کنیم. مهمترین خواصش باعث دفع سموم و پاکسازی کبد میشه. از طرفی مبارزه میکنه با بیماری کبد چپ، پیشگیری میکنه از خشکی کبد، کمک میکنه به عملکرد سریع کبد، پیشگیری از بیماری‌های کبدی و در نهایت باعث حفظ تعادل آب تو بدن میشه. بچه‌ها خیار با داشتن کالری خیلی کم و غنی از فیبر علاوه بر این که کمک میکنه به کاهش وزنتون و پیشگیری میکنه از اینکه شما بخواید غذا زیاد بخورید، باعث دفع سموم و پاکسازی کبدتون هم میشه. به خاطر همین قضیه برای کنترل کبد چپ معمولا توی رژیم غذایی که حالا توش معمولا سبزیجات و سبزیجات و میوه و اینجور چیزا میذارن، خیار هم جزش قرار میگیره. باعث حفظ تعادل آب بدنتون میشه و به صورت منظم اگه استفادهش کنید کبدتون رو از خشکی و خستگی و کم آبی دور میکنه. یا آنتی اکسیدان خیلی قوی هستش، اثر حفاظتیش روی کبد خیلی خوبه. آنتی اکسیدان متعددی مثل ویتامین C، بتا کاروتن، فلانیدها، این آنتی اکسیدان رو بچه‌ها به حفاظت کبدتون در برابر آسیب هایی که تو محیط هستش، تو رادیکال های آزاد هستش کمک میکنه. و این فعالیت آنتی اکسیدانی خیار سبز رو معمولا یکی از عامل‌های برای پیشگیری از بیماری کبد چپ معمولا استفاده میشه ازش. بچه خیار سبز معمولا اگر که به صورت تازه مصرف بشه تمام مواد غذایی که بالا بهتون گفتم و تو بدنتون خیلی سریع جذب میکنه و خطر ابتلا به بیماری های مزمن یا بیماری هایی که حالا تو بدنتون ممکنه بر اثر حالا کمبود سیستم ایمنی بدن یا متاسفانه رژیم غذایی نادرست یا حالا هر دلیل دیگه، مشکلات هورمونی، استرس، مشکلات ژنتیکی یا هر چیز دیگه اتفاق بیفته، باعث میشه که تا یه حدودی اون قضیه به بهبودی همراه باشه. از طرفی شما میتونید از اون توی تمامی سالادها استفاده کنید و توی رژیم‌های غذاییتون استفاده کنید که این قضیه واسه تقویت کبدتون میشه. مصرف خیار سبز برای افرادی که مشکلات گوارشی دارن و متأسفانه مشکل سوء جذب دارن یا مشکلاتی با سنگ‌های صفرا و کلیه دارن بسیار توصیه میشه، به خاطر اینکه خیار سبز بچه خاصیت ملین و خنک کننده داره و از طرفی هم باعث سلامت بدن میشه. بخوام یه نظریه کلی برای این قضیه بهتون بکنم، اگر که شما حتی افزایش وزن زیادی داشته باشید تو برنامه رژیم غذاییتون و باشگاه و بدنسازیتون از خیار و سالاد خیار استفاده کنید، مطمئن باشید که علاوه بر اینکه حالا کبد چربتون خیلی سالم میشه، از طرفی باعث سلامت در اصل بدنتون و افزایش سیستم ایمنی بدنتون میشه. از خیار حتما تو برنامه رژیم غذاییتون قرار بدید. شده در طول روز اگر سالاد هم نخواستید میل کنید، یه دونه خیار حداقل مصرف کنید که
به سلامت بدنتون کمک کنه. مرسی از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من بودید. اگر ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو لایک کنید، نظرتون رو بنویسید و چنل یوتیوبمون هم سابسکرایب کنید و این ویدیو برای همه عزیزانتون بفرستید.